بیماری دیسک کمر معمولا با معاینه فیزیکی اول هست و بعد استفاده از آزمایشاتی مثل MRI و نوار عصب عضله یا EMG که MRI محل بیرون زدگی دیسک رو به ما نشون میده و EMG فشاری که بر روی عصب میاد یا در واقع میزان و شدت فشار وارد شده رو به ما نشون میده و این آزمایشات مکمل هم هستن که ما رو در تصمیم گیری نحوه درمان بیمار کمک کنن. درمان معمولا درمان بیماران با اول به صورت پله پله هست. از درمان‌های راحت‌تر بیمار شروع میکنه و در نهایت ممکنه که در موارد شدید به جراحی و یا اعمال تهاجمی تر منجر بشه. درمان‌های ساده تر شامل تجویز داروهای ضد التهاب میتونه برای بیمار باشه. استراحت که معمولاً قدیم میگفتن که تا 2 هفته ولی امروزه میگن تا 72 ساعت بیشتر نیازی نیست تو دیسک هات بیمار استراحت بکنه و تجویز داروهای شل کننده عضلات و داروهای ضد التهابی کورتیکواستروئید هم کمک کننده هستش به بیمار. در موارد شدیدتر میتونیم از مداخله های فیزیکی استفاده بکنیم که در طب فیزیکی و توانبخشی ما میتونیم از موارد فیزیکی مثل استفاده از لیزرهای پرتوان استفاده بکنیم. لیزرهای پرتوان در واقع استفادهشون در فیزیوتراپی جدید هست و به 2 تا 3 سال اخیر برمیگرده. این تاثیراتی که اینجور لیزرها میتونن روی دیسک بذارن شامل موارد متعددی هست که مهمترین اون کاهش التهاب هست. دیسک ها معمولا در محل بیرون زدگیشون دچار التهاب هستند و تورم. این تورم میزان فشار روی ریش های عصبی رو بیشتر میکنه. با لیزر ما میتونیم هم دیسک رو دهیدره بکنیم، یعنی به اصطلاح مقداری از آب دیسک کشیده میشه. دیسک از لحاظ فیزیکی میتونه تا حدی کوچیک بشه و همچنین اثرات التهابی که کم بشه سایز دیسک متعاقبا کوچک خواهد شد. کوچک شدن سایز دیسک و کاهش التهاب باعث میشه که درد بیمار کاهش پیدا بکنه، علائم بیمار کاهش پیدا بکنه و در واقع با تغییرات دیگه ای تو نحوه سبک زندگی یا لایف استایل بیمار و ورزش های درمانی که ما به بیمار میدیم در واقع بیمار یک عمر با دیسک خودش زندگی کنه. به هر حال میزان بیرون زدگی دیسک در نحوه انتخاب اینجور درمان ها مؤثره.